خب این مثال برای کار کردن یک مو ترتیب اجرای عمل های دانستن ما در کار اعتبار کنید. اگر اینجا حاضر خب مینوس هم اساس اینجا mana lekin اینجا تقسیم هم اساس اینجا جمع هم اساس اینجا ضرب هم اساس. این دیگه مثالوندا در وقت توغرا کار کردن یکم قویده تقسیم یا ضربه کار میکند. اول تقسیم بیاد تقسیمه، ضرب بیاد ضربه کار میکند قویده. یعنی حاضر ما 18 12 طرح کرده نمیتونیم. اگر طرح نتونیم اگری پشت برابر و 18 و مینوس گذراندن ما در کار سانی 12 این دو تقسیم کردن ما در کار جواب 6 میشه. اکنون جمع میجرا کنه ایتونم های به کوچانده میگرم. اکنون 5 این 3 و ضرب میزنم 15 میشه. اکنون تقسیم و ضرب کار کشیدیم یک چیت کار که ببینیم 18 6 میگرم طرح کنم سوز 12 میشه جمعی 15 می نویسیم. اکنون 12 کت 15 جمع میکنیم جواب ما 27 میشه. همون قاعده کت کار میکنیم. این مثال ایلوجش شد تو یک یاد گرفتن. خب هر روز یک بار دیده یک روز نه بسیار بیننم زیانش نه برای یاد گرفتنم تو این کنم نقص